بسیار خوب، از امروز ماه رمضونه و به مدت 1 ماه تا اذان مغرب روزه میگیریم. چی؟ خیال مغز دیوونه شدی، هیچکی نمیتونه تحمل کنه. چرا میتونی تحمل کنی؟ بعداً ازم تشکر میکنی، خواهی دید. نگران نباش میده، بعد از سحری گلوکوز کافی تا اذان مغرب داریم. ما تحمل گرسنگی بیشتر از این حرفا رو داریم. امیدوارم همینطور باشه روده. 12 ساعت بدون آب و غذا خیلی طولانیه. 6 ساعت بعد. خب بچه ها گلوکوزمون تموم شد، حالا میتونه اوضاع بد بشه. هیچ کس وحشت نکنه، من یه ذخیره گلیکوژن دارم. منم دارم داداش. ببین میتونیم یکم دیگه با این سر کنیم. 12 ساعت بعد. وای الان وقت وحشته، گلیکوژنم تموم شد. منم همینطور داداش. هی عضله به اون قده هیپوفیزه. من یه مقدار هورمون رشد برات میفرستم تا کمی بیشتر دووم بیاری. خدای من این چقدر مهربونه، سپاسگزارم هیپوفیز. لوزل معده کمک کن از چربی کتون بسازیم. پس گلوکاگون میخوای؟ درسته پسرم. چشم بفرما. به به کتون های خوشمزه. خودخواری. این دیگه چه کوفتیه؟ آخ این گیری بگیری شدنه چیه؟ وای خدا، بالاخره میتونیم سلولای حسین قدیری رو تعمیر کنیم. این که خرابه، اینم یه پروتئین سمیه، اینم میکروبه. برو تو سطح. آره حالا خیلی بهتره. وای دارم از درون ترمیم میشم، فوق العاده است.